فذوقوا بما نسیتم، الله میگه خیر بچشید، بما نسیتم، بله الله ظالم نیست، بچشید بما نسیتم به سبب آن چیزی که فراموش کردی، لقاء یومکم، روبرو شدن روزه، حساب و کتابی روزه، هازا که نمی روز است، امی روز دادیتان بود، اموی که در اونجا رقص میکردی، اموی که نه حجاب کردی، اموی که نه نماز خواندی، اموی که نه روزه گرفتی، اموی که تو قمار میزدی، اموی که تو شراب میخوردی، الله ما ترا منع نکرده بودیم؟ این روز دادیت نمی آمد که دنبالی می تو روز می؟ انا نسیناکم، ما شما را میگذاریم، ترک میکنیم از رحمت خود، از جنت. و ذوقوا، ترام نیست بچش عذاب الخلد، عذاب دائمی، بما کنتم تعملون، به سبب آن چیزی که مسلسل انجام میداده. همین قدرم نمیکردی که یک بعد از گناه خلا عقل توبه میکردی، به هوش خو می آمده، شما خود دیگه هم روز به روز در جنایت قدمتان دیگه هم محکم شده میرفت. الله رحم بکنه که یک دفعه آدم در جنایت داخل شد، باز دیگه زمینه مساعد میشه که قدرت چوکی به دستت آمد، آلی غصبام میکنی، دزدیم میکنی، شرابام میخوری، زنام میکنی، ملک و مالم از مردم چور میکنی، رشوتام میدی، باز دیگه هر کارا میکنی، نعوذ بالله. الله آدم نگاه کنه. انما یؤمنو بآیاتنا، یقینا باور داره، عقیده داره با آیاتای ما، با دلایل توحید ما یا با آیاتای قرآن ما. الذین، او مردم، اذا ذکروا بها، در آن وقتی که نصیحت داده می شود بها توسط آیات قرآن کریم، خروا میفتن سجدا، سجده کنان، و سبحوا، تسبیح پاکی بیان میکنه، بحمد ربهم، بامرای صفتای پروردگار خود، یعنی ثابت میکنه صفتای کمال خالص برای الله. و هم لا یستکبرون، این مردم لا یستکبرون، قطعا تکبر نمیکنه، خود کلان نمیتراشه، بلکه به قرآن بسیار به عاجزی میشینه، تواضع. از امو خاطر است فایده قرآن کی مرتب میشه؟ سجده را میکنیم زود که شیطان خو یک کمی چی شود. نگوی که نیتی سجده را یاد نداری. یک تو میگه نیتی سجده را یاد ندارم، نمیکنیم. چرا؟ مردم الله ها خوب مردم نیتای زبان یاد داده، او نیت قصد قلب میگه. اینجا سجده آمد، قصد کردیم، سجده کردیم، سجده تلاوت تکمیل شد. خب الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میکنه قرآن واقعا مؤثر است، دوا بسیار مؤثر است، بالکل معالجه نمی مرض الله داشت تاثیر انداخته. خلیکن مریض آماده و پذیرفتن امی دوا باشه. مریض باید خود محتاج دوا بدانه، او تو ده مریض دوا میبری و قلاج میکنه بیرون مندازشه، تو چقدر به پیسه خریدیشه، او هنوز هم یک دو دشنام دیگه هم برد میده. کتاب الله تبارک و تعالی آمده، لیکن ما نه تنها که نمیخوانیم بلکه علیهش اعتراض هم میکنیم، راه ها را هم بند میکنیم به یکی به قرآن کسی بروه. ما خو میگم که علمای ما شاید که یک روز به الله تبارک و تعالی جواب بگویند که الله از پیشش سوال بکنه که کتاب الله نامده بود، تو امام نبودی در مسجد، به این مردم بیان نمی کردی؟ نه تنها که بیان نکردی بلکه مانع دیگرها هم شدی. باز اونجا جواب داده رایستن. الله تبارک و تعالی قرآن روان کرده، قرآن مؤثر است، حتما انقلاب و تغییر در وجود انسان پیدا میکنه. خب شرطی که موت هم یک کمی برش انابت پیدا کنیم، وقت بدیم. اگر در خانه بشینیم کی شنیده میتونیم؟ اینجا آمدیم خب فکر ما دیگه طرف است. نه، در ترجمه قرآن کریم ادناترین حتی قلمت تو بالا نمیکنی او را. قلمتم ترجمه قرآن وقت تاثیر پیدا میکنه که خود خیلی نیازمند به قرآن بدانی، او بگوی که من چیز یاد ندارم، فقط میایم خالی و ذهن و کتاب الله را به صدق و محبت دل امینجا میشینم. اونو وقت باز قرآن تاثیر داره. او قدرت الله تبارک و تعالی که هر قدر انسان خدا به قرآن محتاج میدانه، الله علومی را برات نصیب میکنه. یعنی اینطور نقطه های گوناگون در ذهنت الله پیدا میکنه که هیچ پرسان نکنه. از یک آیت هر قدر که نیازمند به قرآن خدا فکر بکنه. تأسف در اینجاست، یکی از دسایش بزرگ شیطانی نمیسته که کسی یک دفعه ترجمه را خواند یا یک کتاب دید، مطالعه کرد، باز میگه نه من خودم تفسیر میبینم ضرورت ندارم.
ما یک دفعه ترجمه کردیم، نه ما ترجمه را زیاد کردیم. خو عالیم بالله قسم که وقت داشته باشم، یکی وقت داشته باشم امی کل عمر خدا بازم در قرآن تیر میکنم، امی طور دیده میرم. چرا که هر مرتبه که ما این احساس میکنیم که قرآن ببینیم، الله تبارک و تعالی علایده بر ما یک روشنی نصیب میکنه. این قرآن است. قرآن اینمی قسم مردم را دیگه به قرآن حاجت پیدا کردن. حاجت کی پیدا میشه؟ که محبت قطعی قرآن پیدا شه و احساس بکنی به قرآن کی نیاز داره. او کسی که شراب میخوره، او کسی که کباب، او کسی که آخرت قبول نداره، او مردم ها به قرآن ضرورت نداره. واخو قرآن پایبندشان است، زولانهشان است. از امو خاطر است یک تعداد مردم که میبینی بدین گرویده نمیشن، نمیگردن. علتش ایستن میگه اگر ما به دین پابند شویم، باز کلی چیزایی که نفس ما خواهش داره سر ما بند میکنه. نفس ما خواهش داره چکر بزنیم، قمار بزنیم، میریم میله ها بکنیم، قطع دخترها یک جای شویم، رقصا بکنیم. لیکن قرآن خدا میمانه. از امو خاطر است دو قسم، دو طبقه مردم است. یک طبقه مردم بس قرآن در ضمیرش چی شده؟ داخل شده. او دیگه مبارزه داره با همه خرافات، با همه چیزی که عمر تضایع میکنه. یک قسم مردمی است که با هیچ رابطه نداره. این مردم قرآن خوش نداره. قرآن اینی قسم مردم خوش داره. خوشا به حال او جوانا از برادران و خواهرای ما که قرآن محبتش در قلبشان است، با وصفی که پدر و مادرم اجازه نمیده، این خود در مرکز قرآن میرسانه. او کاش که اموتر پدر و مادر آدم داشته باشه که اولادش در قرآن میره و ای برش بگه که بچیم اگر دیگه وسم نمیرسه کرایت از ما بگی باید. امی کرایت داده میتونم بچیم، خو ایلو نکنی مرکزی قرآنه. خو پس که آمدی در این سرت است که گپاره پس بر من یا ثبت کده بیار که من بشنوم ضعیف هستم، کمزور هستم، مادر هستم، خانه مشکل دارم، خود توی را ثبت کده بیار که من بشنوم که کتاب الله چی پیام داره. ولی تاسف به حال او پدر و مادر که دختری جوان تلاش میکنه که بروه در مرکز قرآن، او برش میگه که اگر رفتی پایت میده میکنم، اگر رفتی پایت میده. اگر در لیسه مریم میره پایش میده نمیکنه. اگر در پهنتون قطعی بچه ها یک جای درس میخونه پایش میده نمیکنه. پدر است، مادر است، از پیشش راضی هم است. اگر در تلویزیون در مسابقه ستاره افغان کیا نام مانده دو میره هنوزم خوش میشه، پیسه کردیتش ای میده. اما در درس قرآن اگر میره باز میگه نه، باز دیگه از خانه پایت بیرون کده بودی من اینطور میکنم. خب من برادرها و خواهرها را میگم که در خانه براتون گفت که دیگه جای در اونجا در ترجمه قرآن نرو، بگو برای من پیدا کن مرکز ترجمه قرآن که من اونجا برم. یا پدر جان و مادر جان سرت حق دارم تربیه و تعلیم، تربیه تعلیم دینی حقم است، برای من زمینه مساعد بساز و یا مرا بگذار. چرا نمیگذاری؟ بسیار سخت است. این پدر و مادر در روز قیامت به الله چی جواب میده؟ اگر الله تبارک و تعالی برش از پیش سوال بکنه که تو به اولاد دین تعلیم دادی، این خو میگه که چیز نداشتم، چی را تعلیم میدادم. باز از پیش سوال کنه که امو بچه جوانت نبود، امو دختر جوانت نبود که عیناً سن جوانی بود، او در سن جوانی خودت پشت کدام هوا و هوس نبود که میگشتی، ولی او طرف مسجد میرفت، او طرف قرآن، او تو میگفتی که رفته نمیتونی. جواب یزیره بده. کسی هست که جواب داده بتانه؟ بله، قرآن ما را میگه که ثمره از این قرآن کسی میبینه که عاجزی بکنه. زمانی که آیات قرآن سرش خوانده میشه میفته، تواضع میکنه، سجده میکنه. الله اکبر. واقعا میای بخیر در سوره جن او تیر کده بودیم در ترجمه سابقه در سپاره هفتم و اذا سمعوا. اونجا چیسته؟ وقتی که جنیات قرآن شنیدن چی شدن؟ آب دیدایشان، چشمایشان از آب دیده پر شد، آب دیده میریخت وقتی قرآن شنیدن. امروز کتاب الله خوانده میشه، آب دیده خو هیچ وجود نداره، بلکه معارضین قرآن از الف تا یاره، از الف تا یاره کسانی هستند که دشمنی با کتاب الله دارن. انواع وسوسه ها را در قلبا پرتافته رایستم الله ها. امو کسایی که خودم ترجمه قرآن میکنه خود در ترجمه تو نمیگذاره شه، میگه اونجا اگر بری اینطور میشی، نام سرش میمانه. او عالم تو خو آخر به الله جواب گوینده استی، تو چرا این وسوسه ها را شکوک در قلبای مردم پرتافته رایستی؟
تو باید تشویق کنی، ترغیب بکنی، بگویی که الا بری. ما خود وقت ندارم. اونجا خود درس قرآن شروع است، بسیار سخت است. بله، ثمره قرآن هر کس گرفته نمیتونه. واقعا این کتاب الله برادر و خواهرها بسیار خوش باشه. من خود براتون بار بار میگم، در لحظه که در درس قرآن نشستی باید بسیار خوش باشه که الله شما را خوش کرده. این درس قرآن واقعیت برای هر کس میسر نمیشه. من خود از زندگی خود این را براتون واضح میگم که دیگه نعمتی ندارم. الله که نعمت اسلام را برای من نصیب کرده و بعد از اون در درس قرآن نشستم، از این که نعمت بزرگ دیگه نیست. چرا؟ قرآن ما را درست کرد، عقیده ما را، عمل ما را. ما فهمیدیم که زندگی چیست، دنیا چیست و ما را کدام طرف سوق میده. این لحظه ها بسیار قیمتی لحظه است که ما در درس کتاب الله نشستیم. خدمت دیگه کتاب الله را خود کردیم، لااقل خوب بشینیم پیام کتاب الله را خوب بشنویم. اینی مردم است. اینی صفات ها را به خود پیدا کنیم. اگر پیدا کرده ان شاء الله ثمرات قرآن در خودتان مکمل دیده میشه. گپتان ان شاء الله اینطور تاثیر پیدا کنه که پرسان نکنه. خود شرطش است که با قرآن خود تسلیم کنه. انما یؤمن بآیاتنا، یقینا باور داره به احکام ما، یقین داره، ایمان داره، تصدیق میکنه. الذین اذا ذکروا بها، اونمو مردمایی که وقت ذکر کرده میشه امی آیات های قرآن کریم نصیحت برشان میشه، میفتن سجده کنان و بعد از او تسبیح و پاکی الله تبارک و تعالی را بیان میکنه که یا الله، قرآن که کس بشنوه خود به خود میفهمه که الله از هر قسم عیب و نقصان منزه و چیست، پاک است. بحمد ربهم، کل صفتای کمال مخصوصی کی میسازه؟ الله تبارک و تعالی. عقیده جور میشه بعد از او عقیده خرافاتی نداره. بعد از او صفت الله را به مخلوق ثابت نمیکنه. بعد از او مشکل خود فقط و فقط به الله میگذاره و تکبر نمیکنه. کسایی که اهل قرآن است هیچ وقت تکبر نداشته باشه، بسیار متواضع باشه. الله ما را در این صورت گفت که آغاز ما از خاک شده، مبدأ پیدایش ما از خاک شده. همینطور متواضع باشه، خود کلان نتراشه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، دور می باشه، جدا می باشه جنوبهم، پهلوهایشان، عن المضاجع، از خوابگاه هایشان، یدعون ربهم، طلب میکنه از پروردگارشان، خوفا، از روی ترس که مبادا عذاب الله فراگیری ما شود. این واقعیت است که قرآن کس بخونه باز نماز تهجد خود ترک نمیکنه، شب حتما میخیزه و طمع داره که الله برای ما اجر میده. ما خو میگیم که در قلب کسی قرآن بره آرام نمینشینه. اگر هزارها دیوار و موانع در پیشش پیش شود آرام نمینشینه. چرا؟ قرآن این را متحرک میسازه. قرآن مسئولیت شناس میسازه آدمه که مردم چی میکنه، ما چی میکنیم، دین چی تقاضا داره. از همون خاطر هر جای لطخور کیست اهل قرآن است، هر جای متهم کیست اهل قرآن است، هر جای در تکلیف کیست اهل قرآن است. اهل قرآن ما میتونیم. چی شده ما را که قرار در یک مسجد آرام خواب کنیم، نه کس ما را وهابی بگویه و نه بر ما کدام نام و تهمت دیگه بکنه، نه توهین شویم، نه تحقیر شویم، نه اخطار بر ما روان شود. ولی کتاب الله شما را آرام نمیمانه. اگر کتاب الله واقعا در قلبتان تاثیر کرد و باز یگانه رای پیروزی ما چیسته؟ رای پیروزی ما از الله طلب دعا کردن. یدعون ربهم خوفا، طلب میکن از پروردگار جنت، ثواب، خوفا از روی خوف از عذاب الله تبارک و تعالی، و طمعا از روی طمع به جنت الله تبارک و تعالی. مما رزقناهم ینفقون، از بعضی آن چیزی که ما برش دادیم، از هر چیزی که دادیم، ینفقون، خرج میکنه. یکی از علامات فرقه های گمراهی است و میگه نعوذ بالله، میگه طلب جنت اگر میکنی، عبادت برای طلب جنت میکنی یا خوف از عذاب الله داری، تو مشرک هستی، نعوذ بالله. نه میگه ما جنت هیچ طلب نداریم، از دوزخ نمیترسیم، فقط رضای الله را.
این غلط گپ از خلاف قرآن است. انبیاء علیهم السلام هم از الله تبارک و تعالی از عذابش میترسید و طمع جنت داشت. و امروز امی اهل قرآن هم الله میگه که یدعون ربهم خوفا و طمعا، طلب میکنه از پروردگار خود از ترس عذاب و طمع جنت و ثواب. پس این فرقه ها گمراه است که میگه نه ما الله را عبادتش فقط برای الله میکنیم، نه از ترس جهنم و طمع جنت میکنیم. این فرقه گمراه است، چرا که خلاف دستور کتاب الله. اگرچه در ظاهر بری تو چقدر گپی کلان معلوم میشه که مردکه غیر از الله دیگه چیز طلب نداره، خود دروغ میگه. اگری الله را طلب بکنه خوی کلام الله است، او کلام الله مدح مو مردم کرده که شب خیسته از الله طلب کرده استعاذه را پناه را از عذاب الله، از روی خوف عذاب الله. شب خیسته خواب خود سری خود چی کرده؟ منع کرده، به الله عبادت میکنه و طمع داره به ثواب الله، چرا یقینش پخته به آخرت شده. و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما دادیم. دی چقدر تعبیرات باریک است. از بعضی آن چیزی الله از ما مطالبه کل نمیکنه. یقین بکو اگر الله برات بگه که نه یک لحظه تام خلاف فقط ترجمه قرآن کرده برو، نه برات میگه برو خواب کو، برو طعام بخو، برو روزی تا کسب کو، بگو کارای تا بکو. خب ولی وقت به کتاب الله بده، وقت به عبادت الله بده، وقت به نمازم بده. الله از ما بسیار چیزی کم طلب داره. 24 ساعت زندگی خدا که تقسیم کنیم، 1 ساعت ما در عبادت نمیره. 1 ساعت ما 23 ساعت دیگه فقط یا برای آرامش و راحت بدن ما یا برای طلب کردن رزق و ضروریات زندگی خود ما تیر میکنیم. الله از ما چیزی کم طلب داره. الله میگه از آن چیزی که باز ما دادیم، کل ملک و مال الله است. اگر علم است، اگر مرتبه و مقام است، اگر مال است، اگر قوت و توانایی است، کلش ملکی کیست؟ الله میگه که من برات دادم یک چیزی خو مصرف کو. عالی مصرف، تو علم قرآن داری مصرف کو، چیزی کمه. ما شما را ببینی بسیار چیزی کمه به الله میدیم. چرا بسیار؟ دوره تفسیری ما در سال 2 ماه میشه، یکی در رمضان مبارک و یکی هم در زمستان میگیریم، دیگه موقع نیست، بسیار چیزی کم نیست. سعی کنید 10 ماه دیگه دوره تفسیر قرآن نیست، درس قرآن نباشه. ما بسیار چیزی کم میدیم. الله هم از ما همین چیزی کم طلب داره. همین چیزی کم چقدر تغییر میاره، چقدر مردم جور میشه، چقدر مردم راهیاب میشه، چقدر حقیقت دین میشناسه. یقینا که بسیار میشناسه. ما میفهمیم که مشقت و تکلیف خو هست، لیکن آواز کتاب الله باید بیرون شود. اگر نیاز در 1 ماه زمستان چی میشه؟ خب ما میگیم که انشالله اگر کسی به این نیت بیا که من محتاج قرآن هستم، 1 روزم برش غنیمت است و 1 روزم الله اصلاح یزیره میکنه. 1 روز چی جای از این که 1 ماه مسلسل بیا. ما پیش براتون گفتم که یکی از جمله دستایش شیطان همیسته، در 1 ماه چی میشه؟ چی آدم یاد بگیره؟ همینطور میگه 1000 بنده برات پیش میکنه، ولی نه 1 ساعت غنیمت بدان در درس قرآن برو. و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما براتون روزی دادیم، ينفقون، خرج میکنه. اینمی مردم است. اینمی مردم از قرآن فایده میگیره، از قرآن اثر میگیره، از علم خود مصرف میکنه، از مال خود کمه به اندازه مصرف میکنه، از قوت خود مصرف میکنه. یک آدم تنها پشتری ترجمه را یک جای نصب میکنه، یعنی قوت داره، امی توانایی داره، مصرف کرد. از سخن خود مصرف میتونه. بیا درم اینجا درس قرآن است، مرکز قرآن است، اینمی مصرف است، اینی را انفاق میگه. یعنی مما، از هر آن چیزی که ما برش دادیم. قوت توانایی گپ زدن خو برات داده، امی قدر خو گفته میتونی. ولی افسوس است که ملا بخیزه پشتری ترجمه قرآن بکنه، ملا بخیزه به مردم بگه که مردم زن در خانه باید باشه، قطعا برآمده نمیتونه. امی تقریرم خالص به خاطر چی کرده باشه؟ ترجمه قرآن کرده باشه. که پشتر ترجمه قرآن دیده آلی زنا میره ترجمه قرآن، این میخیزه سر منبر میگه که جای زن در خانه است. امی قدر روزا در پهندون دخترها میرفت در سر منبر ابی تقریر نکرد. در بازار زنا میرفتی تقریر نکرده. تقریر به خاطر منع کردن زنا از ترجمه قرآن کرده. اینطور علما ما داریم دمی کابلیتان و پشتش نماز هم خوانده میشه. من یقین دارم که اگر عالم به می سیستم باشه نماز پشتش نمیشه. این نعوذ بالله به دین عقیده نداره، به کتاب الله تعظیم نداره. این چطور امام مردم جور شود؟
انفاق نمیکنه. امی قدر توانشان است، امی قدر توانشان است، انفاق نمیکنه، خرج نمیکنه. نمیگن که بله این حق است. خو الله به اینطور مردمایی که با قرآن رابطه داره و امیطور زندگی عملی خود جور کرد که واقعا شب میخیز از الله دعا طلب میکنه، خصوصا دعای ازی طلب میکنه یا الله اهل و اقاربی مرا، یا الله اهل مسلمانه در راه حق، در راه حق بگردان شه. الله اکبر. چی دعایی است؟ ده خود نمیکنی، برای کی میکنی؟ به خاطر رضای الله مخلوق خیرخواهیش میخوایی. از همون خاطر است که پیغمبر میگه الدین و النصیحت. دین چی را میگه؟ خیرخواهی است مکمل لله و لرسوله و للمؤمنین. خیرخواهی طرف الله، خیرخواهی بر رسول الله، خیرخواهی بر کل مخلوق الله. اگر فکر انسان، زندگی انسان فقط و فقط همیشه همی باشه که جامعه چطور جور میشه، مردم مسلمان چی وقت راحت حاصل میکنه، چی وقت دین میفهمه، اگر کل مفکوری زندگی انسان همی باشه، شما بگوی که آدم کدام آدم است؟ الله خودش میگه فلا تعلم نفس، نمیدانه نفس ما اون نعمتای را اخفیه که پنهان گذاشته شده لهم برای از یا من قرة اعین، از خوشحالی. قره اعین سردی چشم مراد از پیشش خوشبختی است. او خوشبختی هایی که الله برش آماده کرده نفس نمیدانه. چطور نعمتای جنت تعبیر شود در دنیا، چه قسم اینجا بیان شود نمیشه. بس الله تبارک و تعالی میگه جزاء بما كانوا یعملون. این پاداش است، این بدل است، عوض است به سبب آن چیزی که در دنیا انجام دادن، عمل نیک کردن، مکمل در راه دعوت زندگی خدا بگوی قربان کرده بود، وقف کرده بود. خوشا به حال او دختر جوان و بچه جوان که او شب و روز در فکر اصلاح مردم است، اولاد مردم است. از همون خاطر معلمی بسیار وظیفه مهم است. اگر یقینا با مو اخلاص و صداقت این وظیفه انجام داده شود، باز خصوصا که در مدرسه باشه که درس عقیده و درس قرآن و حدیث هم میده، این علایده مقام داره. افمن کان مؤمنا، آیا کسی که مؤمن باشه کمن کان فاسقا، به مثل فاسق است؟ الله چی میگه؟ لا یستوون، قطعا با هم برابر نیست. کسی که مؤمن است، مؤمن کی رو میگه اینجا؟ مؤمن اونمو میگه که مکمل به قرآن خدا راسته کرده، قرآن میدانه، پشت قرآن میگرده، خدمت به قرآن میکنه، کل عمر خدا وقف کرده برای اصلاح مردم. اینی را مؤمن میگه. آیا هست که من کان فاسقا، به مثل کسی که نعوذ بالله خود برباد است، دیگران را برباد کرده رویسته. آیا این دو با هم برابر است؟ شما اینیالی تفاوت یا مسافه‌ای که در بین دو آدم، دو شخص قرار داره. یک آدم تلاش میکنه که آدمی غریب بیچاره را که نمیفهمد از بدن خودم آگاه نیست که در دنبال از او جیبش میبره، یک آدمی طور آدم است. ما بار در ترجمه ها گفتیم او طور آدمی ریش سفید خیلی آبرومند که آلی کلینرم جاغش پاره میکنه به خاطر کیراخ، لیکن بیچارگه که جیبشه کی صبور زده. یک آدم ای کارا میکنه و یک آدم شبم خوتا نصف شب نمیره که چطور مردم اصلاح شود، چطور عقیده مردم جور شود، چطور بکنم، از کدام را داخل شوم، چه قسم گپه به فلان بزنم. شما در بین دو آدم تفاوت فرق اندازه کنی که چقدر تفاوت است. این مکمل عمر و زندگی خدا برای خدمت خلق الله به خاطر رضای الله پیش کرده. او آدم دیگه در تلاش ازیسته که چی وقت سری حق ازی ما شکم پرتم، چی وقت جیب ازی را بدزدم، چی وقت ای را فریب بدم، چی وقت ای را نعوذ بالله دودشنان کنم، چی وقت ای را زیر بیارم. این در بین دو آدم تفاوت نیست. الله میگه که لا یستوون، قطعا فاسق و مؤمن برابر شده نمیتونه. اینجا خب فکریتانه بگیره، مؤمن در مقابل فاسق آورده. فاسق او را میگه که عقیده خدا را خو کارای غلط میکنه. این هر دو با هم برابر نیست. یکی مکمل پابند دین است و یکی هم نعوذ بالله خلاف دین کارا میکنه. اما الذين آمنوا، هرچی کسانی هستند که ایمان آورده، ایمانی قرآنی، و عملوا الصالحات، عمل درست مطابق کتاب الله و سنت رسول الله انجام میده، فلهم بیتر مردما جنات المأوا، باغهای بودوباش است، نزولا به حیث مهمان. دیقانی نمیکنی، قلبه نمیکنی، کورد نمیدی، بیخوی برای آب دادنش نمیکشی. اونجا باغهای میمانی است برای بودوباشی. تو حیثیت میمان داری. میمان کدام است؟ که خودی باغوان میروی در باغ
کدام میوه را خوش داری، کدام برات بکنم، از او کده که الله لنبر میوه نیست در پیشت پیش میکنه، توشک میپرته در متخت تو را میشانه و بعد از او در قاب آب چیسته میوه را سرد کرده در پیشت میمانه. الله تبارک و تعالی امو تعبیری بزرگی که در دنیا از راحت و از خوشحالیت است، الله به مو تعبیر بری تو تعبیر میکنه، وگرنه دنیا را هیچ وقت مقایسه با جنت نمیشه، با اون مقام با اون خوشحالی نمیشه، با اون میمانی نمیشه. خود چرا؟ بما کانوا یعملون، به سبب ازی که عمل مسلسل انجام میدادن. مسلمانای موسمی نبود که یک روز به نام محبت پیغمبر الا روزی تولد است شعله پخته کنه، نه، هر موقعی که ضرورت پیدا میشه پولی خود مصرف میکنه. خیرت است، خیرت است. ترجمه قرآن شروع شده، خو چی ضرورت است؟ والا مالدار هستم یک موتر خو گرفته میتونم، خیر است. در جای 100 خواهر 200 خواهر بعد در ترجمه قرآن باشه. در جای 100 نفر از اولاد مردم 200 مردم باشه. من همی قدر توان ندارم، همی پول پرداخته میتونم، بیا همی قدر عمر 11 ماه موتری ما بری خانه ما کار کرده، همی یک ماه به خاطر خدمت قرآن به خاطر الله کار کنه. ایره مردم میگه بما کانوا یعملون، عمل مسلسل، رابطه و تعلقات با دین مسلسل، موسمی، مسلمانی موسمی موقتی نباشی. یک روز تو مؤمن میشی هر چیز مصرف میکنی، خو یک روزی که مورد ضرورت است در یاد تام نیست.